یکی از بهترین درس‌هایی که می‌توانی در زندگی یاد بگیری این است که بدانی که چگونه همیشه آرام باشی. زندگی فقط رسیدن به هدف‌ها نیست، بلکه زندگی مسیر آرامش است. اریک فروم میگوید نه تنها پزشکی، مهندسی و نقاشی هنر است، بلکه زیستن نیز خود یک هنر است. و در حقیقت مهمترین و در عین حال مشکلترین و پیچیده‌ترین هنری است که انسان تجربه می‌کند. هدف این هنر انجام دادن کاری مخصوص نیست، بلکه هدف آن زندگی شایان تحسین و پرورش استعدادهای باطنی است. در پهنای هنر زیستن انسان هم هنرمند است و هم محصول هنر، هم پیکرتراش است و هم سنگ مرمر، هم پزشک است و هم بیمار. وقتی که یک شاگرد از استادش میپرسد که زندگی چیست، استاد در جواب میگوید و جایی که تاریک و ظلمانی است باید نور ببریم، و جایی که امید نیست امید ببریم، و جایی که دروغ هست راستی ببریم، و جایی که ظلم هست عدالت ببریم، و جایی که کدورت هست کینه هست مهر ببریم، و جایی که جنگ هست صلح و انسانیت ببریم. و این ساده ترین معنای زندگی است.